اسیری سانتر او رو تیر دو، موقعیت در اختیار النصر و یه برخورد. داور سنگاپوری چی میگیره؟ پنالتی شد. عبدالرزاق حمدالله چیپ میزنه و گلش میکنه. ادامه بازی، فرصت در اختیار پرسپولیس هست. یه سانترالی روی محبت، این ضربه سر و گل برای پرسپولیس ایران. عبدالرزاق حمدالله میزنه به تیر دروازه. احمد نوراللهی سانتر احمد رو تیر دو. حالا فرصت عالی در برگشت موقعیت گله که اونجا داور اسیری میبره به سمت چپ. مارتینز خطا از احسان پهلوان، کارت زرد دوم. ضربه خطا برای النصر. حالا توپو میفرستن در برگشت، این شلیک لک بگیر حامد، مدد بگیر حسین کنانی و گل است. عبدالله مادو گل 1-1. نعمت پرسپولیس سیامک میزنه بوم. الان مارتینز میلاد گل. رحمان احمد گل زد. شجاع گل. مایکون و 8 پای ایرانی میگیره. اشمایکل ایرانی میگیره. نگاه کن به سرزمینم ایران. یا رب الحمدلله رب العالمین. گل علی شجاعی. سلام فینال آسیا.